سلام، خوش اومدید به این جلسه. تو این جلسه راجع با POI ها قراره صحبت کنیم، یا به معنای دیگه Point of Interest یا محدوده اینترست یا ناحیه اینترست. حالا جلوتر که میریم همتون باید یه چیزی داشته باشید که یادداشت کنید، یا نوتپد یا دفترچه، به خاطر اینکه چیزایی که قراره بهتون بگم مهمه و باید یادداشت بشه. البته که ممکنه برای دفعات اول متوجه نشید، به خاطر همینی که باید ریواچش کنید و چند بار نگاش کنید. سعی کنید پله و پله با من جلو بیاد و من سعی میکنم همه چیز رو واسهتون ساده کنم و به بهترین نحو توضیحش بدم که خوب یاد بگیریم. خب پس همینطور که پیش میریم حواستون رو جمع کنید و خوب گوش بدید. خب بریم سراغ POI ها، Point of Interest ها. مدل های POI که قراره ازشون استفاده کنیم قراره که Breaker Block، Rejection Block و Unmitigated Weak باشن. خب اینا همه Order Block هستن. خب اینا همه اسمای دیگه شونن. اینا همه Order Block هم و فقط اینا اسمشون فرق داره. توجه کنید که اسم اصلا مهم نیست، چیزی که اهمیت داره هدف این بلاک ها هست و اینکه از روی چه منطقی تشکیل میشن. این تنها چیزی که اهمیت داره. اسمشون میتونه هر چیزی که میخواد باشه، چیزی که اهمیت داره هدفشونه. پس بریکر بلاک چیه؟ وقتی که یه اوردر بلاک مقاومت نکنه و شکسته بشه به یه بریکر بلاک تبدیل میشه. پس وقتی که اوردر بلاک داریم، برای مثال این کندلی اوردر بلاکه، به این صورت این اوردر بلاک. خب منتظریم که قیمت برگرده و بهش احترام بذاره، ولی احترام نمیذاره، میره داخلش و میشونتش و این تبدیل میشه به بریکر بلاک. اوکی، به همین راحتی. ریجکشن بلاک چیه؟ یه ویک بزرگ با یک کوچیک، همینطور ممکنه به شکل یک دوجی دیده بشه. پس برای مثال ممکنه یک کندل اینجوری داشته باشیم، یک کندل که شبیه به این باشه یا شبیه به این باشه. اینا همه ریجکشن بلاک هستن. و بعد unmitigated weak داریم که خیلی ساده و زیبا هر ویک از هر کندلی میشه. حالا قیمت ممکنه به اوپن برسه اما هنوز به 50% ادامه بده. برای مثال اگر ما اینجا POI داریم، حالا چند تا دلیل هست که جلوتر توی دوره یادش میگیرید. وقتی قیمت به این POI میاد ممکنه به اوپن برسه و بعد دوباره به 50% هم بره و بعد برگرد. یه چند تا دلیل خاص هست که این اتفاق میفته، اما چیزی که مهمه که بدونید اینه که قیمت ممکنه به 50% هم بیاد، به اوپن و 50%. این خیلی مهمه که توی ذهنتون داشته باشید. خب و این موارد برای همه اینا هست. برای ریجکشن بلاک و unmitigated weak هم صدق میکنه. این ریجکشن بلاکی که ویک بلند داره با بدنه، قیمت ممکنه به اوپن کندل برسه و برگرده، یا ممکنه قیمت به اوپن سایه برسه و برگرده. ببینید اینجاست که مسائل یکم با هم درگیر میشن. ببینید ما این اوپن بادی رو داریم، وقتی قیمت میاد و بعد میرسه ممکنه قیمت دوباره بیاد به اوپن ویک برسه و بعد برگرده، و ممکنه یک بار دیگه هم بیاد و به 50% ویک برسه و برگرده. این اتفاق میفته، اما دوباره میگم دلایل مخصوصی هست که این اتفاق بیفته که جلوتر توی دوره بهش میپردازیم. خب اما مهمه که توی ذهنتون داشته باشید اینا رو. خب و همین مسائل برای unmitigated weak هم صدق میکنه. ما یه سایه داریم و یه کندل، قیمت ممکنه به اوپن بره، ریاکت کنه و دوباره به 50% بره و بعد ریاکت اصلی رو نشون بده. حالا بعضی از افراد ممکنه که اوپن کندل رو، حالا چه اینجا باشه و چه اینجا باشه، روش خودشون رو دارن برای شناسایی اوپن و کلوز کندل. اما روشی که من استفاده میکنم برای اینکه فقط بفهمید که چی دارم میگم، برای مثال اگر یه سایه داشته باشیم و این هم کندل باشه، این بادیشه، قیمت میاد به اوپنش و بعد میاد به چیزی که من بهش میگم اوپن سایه و بعد میاد به قسمت 50%، یا به معنای دیگه میتونید شما این رو به صورت 50% ببینید، کل ناحیه سایه.
اومده به ناحیه اوپن، اومده به ناحیه 50%. هر جوری که بهتر میفهمیدش، هر جوری که بهتر میتونید یادش بگیرید، اینا رو واسه خودتون نامگذاری کنید. من قرار نیست با هیچ کسی بحث کنم در رابطه با اسمای اینا، فقط هدفشون مهمه. خب نزدیکترین رو به لیکویدیتی انتخاب کنید. این برای همشون هست. برای مثال اگر شما اینجا پی آی دارید و بعد یه دونه پی آی دقیقا بالاترش هست، این خیلی راحته، اصلا واسه خودتون پیچیدش نکنید. اونی که نزدیک تره به لیکویدیتی رو انتخاب کنید. اگر دوتا پی آی دارید که حواستون باشه که مارکت فرکتاله و این برای همه تایم فریم ها هست، همیشه نزدیکترین رو به لیکویدیتی انتخاب کنید. برای همین اگر یه های اینجا دارید و این یه ایندوسمنت هست، اون پی آی که بالاشه رو انتخاب میکنید به همین راحتی. میدونم یکم عجیب به نظر میاد، درسته، اما به همین راحتی ما اونیو که نزدیکترینه به لیکویدیتی همیشه انتخاب میکنیم. به همین راحتی. حالا جلوتر با جزئیات بیشتری بهتون توضیح میدم، اما اینی که انتخابش میکنیم نزدیکترینه به لیکویدیتی. ما قرار نیست وایسیم واسه اون پی آی، به خاطر اینکه اول هیچ لیکویدیتی اینجا نیست، پس قیمت هیچ دلیلی نداره که بره تا اون بالا. پس لطفا این رو بنویسید. اینها خیلی راحتن، این موارد. به هیچ عنوان پیچیدش نکنید برای خودتون. خب ادامه میدیم. حالا ایمبالانس، اون چیزی که بهش میگم ایمبالانس فیلد پرایس اکشن، باید لیکویدیتی داشته باشه، قیمت باید ایمبالانس رو پر کنه. برای مثال اگر یه ایمبالانس اینجا داریم، ما قرار نیست که شورت بگیریم. برای مثال اینجا ما برای قیمت صبر میکنیم که برگرده و پرش کنه، بعد اگر خواستیم وارد بشیم. برای مثال اینجا شورت، ما وای میسیم که قیمت ایمبالانس رو پر کنه. پس اگر این ایمبالانس باشه، ما دوست داریم که قیمت پرش کنه و دوباره باید لیکویدیتی داشته باشه. پس باید لیکویدیتی اینجا باشه، چه بالا چه پایینش. برای اونایی که نمیدونن منظورم از بالا یا پایینش چیه، برای مثال اگر اینجا دنبال گرفتن معامله لانگ بودیم، باید لیکویدیتی بالاش باشه. به همین راحتی. خب همین سادگی. هیچ وقت برای خودتون زیادی پیچیدش نکنید. حالا اونایی که کنجکاون که چرا نیومده به 50% یا چرا نیومده به اوپن، ببینید اگر این یه های تایم فریم پی آی باشه، قیمت میتونه بیاد اینجا لیکویدیتی بسازه و هنوزم استراکچر هایشو نشکونه. برای مثال اگه اونجا های باشه و بعد میتونه بیاد و این ایمبالانس رو پر کنه یا به 50% برسه، به خاطر اینکه این بهش دلیل داده که بیاد. همه چیز یه دلیل داره. شما همیشه واسه همه چی میتونید دلیل پیدا کنید و سعی نکنید هیچ چیزی رو بیش از حد پیچیده کنید برای خودتون. به حرفام گوش بدید و دقیقا همین رو اجرا کنید. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اوردر بلاک ها. چه چیزی اوردر بلاک رو معتبر میکنه؟ اول باید لیکویدیتی رو بگیره و باید یک هدف داشته باشه. 2 باید پی آی قبلی رو میتیگیت کنه. 3 باید یا بالاش یا پایینش لیکویدیتی باشه. 4 لازم نیست که حتما این بالانس داشته باشه. برای ما حتما لازم نیست که این بالانس داشته باشه. خب بذارید یک مثال ازش براتون بزنم. ببینید گزینه اول باید اول لیکویدیتی بگیره و باید هدف داشته باشه. پس اگر یه استراکچر پوینت اینجا داشته باشیم، وقتی این بلاک برای مثالی ریجکشن بلاک هست، باید لیکویدیتی بگیره یا استراکچر پوینت به زبان دیگه، برای اینکه برای ما یه اوردر بلاک ولید و معتبر بشه. خب باید لیکویدیتی بگیره حتما یا استراکچر بشکنه. باید پی آی قبلی رو میتیگیت کنه.
ببینید برای مثال اینجا یه های داریم، لو داریم، یه های و یک لو داریم. خب پس اینجا برای مثال یک اوردر بلاک هست روی این های و بعد یه های هم اینجا داریم که گرفته میشه و بعد این با این اوردر بلاک میتیگیتش میکنه و لیکویدیتیش هم میگیره. بعد قیمت برمیگرده که این رو میتیگیت کنه. خب پس باید پی آی قبلی رو حتما میتیگیت کنه، حالا چه این بالانس باشه، چه ریجکشن بلاک، چه بریکر بلاک، چه اوردر بلاک، باید پی آی قبلی رو حتما میتیگیت کنه و لیکویدیتی بگیره. این رو بنویسید. خب توجه کنید به حرفایی که میزنم. همین راحتی باید بالاش یا پایینش لیکویدیتی باشه که فکر میکنم دیگه به یه درک کلی از این قضیه رسیده باشید که اگر اینجا یه پی آی باشه اون وقت تنها چیزی که میخواد اینه که یه لیکویدیتی داشته باشه پایینش. شما هنوز این دو قسمت رو به طور کلی نفهمیدید اما خواهید فهمید. پس فقط واسه اینکه پی آیمون رو معتبر کنیم یه لیکویدیتی پایین و بالاش میخوایم و دلیل این که من میگم لازم نیست که حتما این بالانس داشته باشه به خاطر اینه که بعضی از منتورا یا تیچرهای دیگه کلا پی آی رو با این بالانس قبول دارن اما من اصلا واسم مهم نیست این قضیه و بهش اهمیت نمیدم. حالا اگر پی آی این بالانس هم داشته باشه خب بهتره، تاییدیه بیشتری میگیریم که بهش میگن OB به اضافه این بالانس، اوردر بلاک به اضافه این بالانس. این یه کانفلوئنس میشه و در واقع تاییدیه بیشتری میگیریم از اونم. خب بریم سراغ مثال ها. ببینید اینجا قیمت لیکویدیتی گرفته. خب این لیکویدیتی با این های اول گرفته و بعد اینجا این بالانس داریم و ریجکشن بلاک. پس این ریجکشن بلاک به اضافه این بالانس خواهد بود و دقیقا چی زیرش داریم؟ یه های که این ایندوسمنت هست، جلوتر بهش اشاره میکنم. من از الان دارم یواش یواش به ایندوسمنت شما رو آشنا میکنم و در نهایت در آخر دوره میتونید کامل درکش کنید. خب پس این ایندوسمنت بود اینجا و از اینجا شورت میگیریم، تارگتمون همون کرد. خب مثال دو، ببینید اینجا لیکویدیتی رو گرفتیم و این یه ریجکشن بلاک شده. این بلاکی هست که لیکویدیتی رو گرفته، پس این پی آی ما میشه. توجه کردید که این بالانس هم داریم اینجا، پس دوباره این میتونه یه دونه اوردر بلاک به اضافه این بالانس باشه یا بعضی هم به عنوان ریجکشن بلاک به اضافه این بالانس میشناسنش. هیچ فرقی نداره، اسم همونطور که گفتم اهمیت ندارن، اصل هدفشون. و بعد دقیقا چی زیرش داریم؟ ایکول هایز داریم، درسته؟ ایکول هایز داریم و استراکچر پوینت های داریم، پس لیکویدیتی هم داریم. خب این تمام چیزیه که احتیاج داریم. بعد تپ کردیم به پی آی، توجه کردید که اینجا اوپن اریا و 50% هم هست که تا جفتش رفته. خب بریم سراغ مثال بعد. خب اینجا مثال 3. قبل اینکه این رو توضیح بدم ببینید ما اینجا این پی آی بالا داریم، یه پی آی اینجا داریم، یه پی آی اینجا داریم. اینا اصلا مهم نیستن برای ما. چیزی که برای ما مهمه اینه که هیچ لیکویدیتی اینجا نیست یا به معنای دیگه هیچ استراکچر پوینتی نیست، یا منظورم از استراکچر پوینت اینه که هیچ ایندوسمنت و لیکویدیتی قبلش نیست. توجه داشته باشید مارکت لیکویدیتی نیاز داره واسه اینکه یه موو خوب به وجود بیاره. پس لیکویدیتی چیزیه که مارکت رو میرونه در واقع. ببینید اینا همه استراکچر پوینت های خیلی مشخصن، اینا همه دقیقاً زیر پی او آی ان.
ببینید این ترند لاینه دقیقا زیر این بریکر. نزدیکترین پی آی به لیکویدیتی کدومه؟ این. لطفا بیش از حد پیچیدش نکنید، همینه که هست. از شاید با خودتون بگید چجوری میتونم به این اعتماد کنم. فقط 2 چیز بهتون میگم: اعتماد به نفس. و تنها روشی که میتونید اعتماد به نفس به دست بیارید اینه که بک تست زیاد کنید و به خودتون و استراتژی اعتماد داشته باشید. اگه اینجا با خودتون کلنجار برید و وقت بگذرونید و بیش از حد فکر کنید، هیچ وقت نمیتونید ماشه رو بکشید. هیچ وقت اعتماد به نفسشون ندارید. ببینید اینجا یه بریکر بلاکه که در واقع یک اوردر بلاک بوده که بریکش کرده و دوباره داره میره تستش کنه. خب بریم مثال 4. ببینید اینجا آن میتیگیتد ویک ها رو داریم که اولین ویک رو داشتیم که از هیچ وقت میتیگیت نشده بود و بعدش با توسط این سایه میتیگیت شد و بعد این باقی مونده که میتیگیت نشده. میبینید چه لیکویدیتی خوبی دقیقا بالاش تشکیل شده. حالا شاید با خودتون بگید من چرا هیچ لیکویدیتی اینجا نمیبینم؟ خب ببینید مارکت فرکتاله و قطعا لیکویدیتی زیرش هست توی لور تایم فریم، ولی توی این تایم فریم اون چیزی که واضحه این لوی که اینجاه که این استراکچر پوینت هایه و این تایم فریم دیلی بوده، این کندل دیلیه. حالا به این توجه کنید. ببینید یه دلیلی هست قیمت به اوپن این ریاکت که نشون داده و نیومده تا وسطش. پس نزدیکترین پی آی بهش چیه؟ این اوپن این کندل. درسته؟ و دوباره منظورم از اوپن اینه که من اون قسمت رو اوپن حساب میکنم. شما میتونید برای مثال این اوپنش باشه و این 50% باشه، ولی جوری که من میبینمش این میتیگیتد ویکه و اوپنش اینجاست و 50%شون پایین. خب پس جلوتر قیمت اومده این رو میتیگیت کرده، این اوپن میتیگیت شده، قیمت استراکچر رو شکونده. میبینید قیمت اومده پایین، این اوپن رو میتیگیت کرده. توجه کردید که با این میتیگیشن اوردر فلو هم این تگ هست و وصله، اون رفته بالا اومده پایین، اوپن رو میتیگیت کرده. اما ما تو این تایم فریم هیچ گونه لیکویدیتی نمیتونیم ببینیم. نمیتونیم همه ی لیکویدیتی رو ببینیم روی یه تایم فریم، درسته؟ به خاطر همینه که تایم فریم ها رو عوض میکنیم. مارکت فرکتاله و لیکویدیتی فرکتال. هیچ کاری راجع با این نمیتونیم بکنیم. اما اینجوریه که آن میتیگیتد ویک ها عمل میکنن و میتیگیشن و اوردر فلو به وجود میاد. آن میتیگیتد ویک و ریجکشن بلاک در واقع یکی هستن، یا به نظر یکی میان. برای مثال این برای مثال ریجکشن بلاک هست و آن میتیگیتد ویک هم هست. دوباره میگم بستگی داره که لیکویدیتی کجا باشه و دوباره میگم اسم اصلا مهم نیست. مهم اینه که مفهوم این بلاک ها رو یاد گرفته باشید. بریم سراغ مثال بعدی. اینطور که میبینید قیمت میتیگیتد ویکش رو میتیگیت کرده. این یه مثال خیلی خوبه اینجا. توجه کنید که این سایه قبلش رو میتیگیت کرده. قیمت برنگشته که این کندل رو میتیگیت کنه، قیمت برگشته که این ویک اینجا رو میتیگیت کنه. و اینجا هم باز این مثال دیگه از اون چیزیه که گفتم. قیمت اومده به اوپن این اما کامل نریخته. اینجا چیزی که به شما یاد میده فیلیر سوینگ چیه. این به اوپن این برگشته اما موفق نشده که اون دو رو از بین ببره، پس این فیلیر سوینگ میشه که در نهایت ضعیف میشه و گرفته میشه. این لیکویدیتی ساخته و به قیمت یک دلیل داده که بیاد به این آن میتیگیتد ویک. خب هیچ چیزی اینجا وجود نداشته، پس هیچ دلیلی نداشته که قیمت این رو به این احترام بذاره. پس اومده به این ویک، عالیه. بعدش قیمت ریخته، استراکچر هم شکونده. حالا اینجا
من چرا این ویک رو انتخاب نکردم؟ به خاطر اینکه این لیکویدیتی رو نگرفته. این ویکیه که اون های قبلی رو یا در واقع لیکویدیتی رو گرفته و همه کندلا یه استراکچر پوینت روی لویر تایم فریم هستن. همه کندلا یه استراکچر پوینت روی لویر تایم فریم، پس تمام کندلا مهمن. اما این کندل بوده که این های رو گرفته و این کندلی بوده که این های قبلی رو گرفته، پس اوردر فلو این تک قیمت ریخته و استراکچر شکونده. از خودش یه ایمبالانس هم به جا گذاشته. خب و بعدش قیمت اومده و این های قبلی رو میتیگیت کرده. میبینید تنها چیزی که من اینجا میبینم برام معتبر باشه اون سایه اون بالاست. مثلا آیا این اوکیه که از این و این استفاده کنم؟ بله کاملا اوکیه. این پیوهای کلیه و مشکلی نداره. آیا اوکیه که من از اینجا استفاده کنم؟ بله اوکیه، اصلا مشکلی نداره. من اینجا دارم اکریسی رو بهتون نشون میدم، دقت رو بهتون نشون میدم و ببینید که این لیکویدیتی چقدر قشنگ اینجا ساخته شده و در جای هم گرفته شده. خب مثال 6 میبینید اینجا رو قیمت اومده به این ناحیه اوپن و 50% این سایه و اینجا هم لیکویدیتی داریم، اینجا هم پی او آی. میتونیم از تمام ویک استفاده کنیم؟ بله، چرا که نشه. بله میشه، هیچ مشکلی نداره. لطفا بیش از حد پیچیدش نکنید. میتونید از تمام پی آی استفاده کنید و بعد استراکچر رو شکسته عالی هم هست. بعد دوباره قیمت اومده بالا. اومده به کجا؟ به اون سایه نیومده، به این سایه اومده. حالا شاید بپرسید که من نمیبینم این ویک هیچ لیکویدیتی گرفته باشه. بله درسته، شما اینجا لیکویدیتی نمیبینید، اما اگر تایم فریم پایین بریم 100% میبینید. به اضافه اینکه این رو میتیگیت کرده و اینم این رو میتیگیت کرده، پس اوردر فلو این تک هست و دقیقاً چی زیر این هست؟ یه استراکچر پوینت های و ترند آن لیکویدیتی. باید داشته باشید که لیکویدیتی فرکتال هست. نزدیکترین پی آی اینه به لیکویدیتی، پس این رو انتخاب میکنیم. دوباره نزدیکترین پی آی به لیکویدیتی این، همین رو انتخاب میکنیم. خب حالا اینجا یه لحظه به این تیکه دقت کنید، بذارید توضیحش بدم. این کندل لیکویدیتی رو گرفته، درسته؟ چرا ما این رو استفاده نکنیم؟ میتونیم، هیچ مشکلی نداره. این کل پی او آی هست، هیچ مشکلی نداره. اما اگر یکم به عمق این قضیه بریم میبینیم که قیمت دوباره به این سایه رسیده و میتیگیتش کرده. خب پس برای مثال اگر ما از این کندل استفاده میکردیم، تنها ناحیه‌ای که قرار بود ازش شورت بگیریم اینجا بود. ما از اینجا استفاده نمیکردیم قبل از اینکه قیمت بیاد و این های رو میتیگیت کنه. پس بعد اینکه میتیگیتش کرد و لیکویدیتی هم گرفت، دیگه ما از این قسمت استفاده میکنیم. متوجه شدید؟ دوباره میگم هیچ مشکلی نداره با کل پی آی. پی آی ها اونقدر نباید پیچیده باشن که بتونید درکشون کنید. پی آی ها خیلی ساده ان، میتونید بهشون سوپلای و دمند یا در واقع عرضه و تقاضا هم بگید، اما هیچ فرقی نداره. من اینجوری ازشون استفاده میکنم. سعی نکنید زیادی پیچیدهشون کنید، خیلی مبحث ساده ای هن. البته که اگر این روی 1 دقیقه بود، استاپ لاستون کمتر از 2 یا 3 پیپ نباید میبود. اگر این 4 ساعته بود، بخاطر اینکه مارکت فرکتاله، وقتی قیمت نزدیک این پی آی میشه، برای مثال تنها راه منطقی که میتونستید انجام بدید این بود که برید به تایم فریم کمتر و ببینید اونجا داره قیمت چی کار میکنه. و اگر روی تایم فریم ثانیه‌ای بودید، شما باید درجا تا میومد به این پی آی ترید میکردید. این منطقه همگانی هست. اگه نمیدونستیدش الان میدونید و میتونید بنویسیدش. مارکت فرکتال اصلا مهم نیست که چه تایم فریمی اینجا هست. هر چیزی که دارم بهتون آموزش میدم برای همه تایم فریم ها کار میکنه. بریم مثال بعد. برای مثال اگه اینجا این بالانس داشتیم و ریجکشن بلاک،
همچنین یه میتیگیتد ویک هم هست. حالا میتونید هر چیزی که بخواید بهش بگید. کدوم پی آی رو انتخاب کنم؟ ما این بالانس داریم و آن میتیگیتد ویک هم داریم. این اولیه که داریم، پس میتونیم از کلش استفاده کنیم. این همینطور بهش هیدن بیت هم میگن که البته میگم دوباره اسما مهم نیست. لیکویدیتی هم زیرش هست، پس ولیده. پس این بالانس نزدیک ترینه به لیکویدیتی، پس همون رو انتخاب میکنیم و پی آی ما این بالانس خواهد بود چون نزدیک ترینه به لیکویدیتی. و اگر این روی 1 دقیقه بود ما شورت میگرفتیم و با استاپ-لاس بالای اون استراکچر پوینت. اگر 4 ساعته یا دیلی بود فقط صبر میکردیم و به لور تایم فریم میرفت. خب پس قیمت استراکچر رو شکوند، این لیکویدیتی رو گرفت. دوباره همونطور که توی مثال قبلی گفتم این آن میتیگیتد ویک شده و هیچ وقت میتیگیت نشده، ولی قبلش ما این کندل رو داریم که میبینید که میتیگیت شده اوپنش. پس برای ما اون قسمت آن میتیگیتد مهمتره. پس وقتی که اون اوپنش میتیگیت شده دیگه انتظار داریم که قیمت بیاد از اینجا ریاکشن بده، به خاطر اینکه این میتیگیت کرده، این هم میتیگیت شده و این هم میتیگیت شده، استراکچر رو شکونده و بعدش اتفاقی افتاده. اینجا هم ایندوسمنت تشکیل داده، ترنال لیکویدیتی تشکیل داده، های های مساوی و نزدیکترین پی آی به این سایه اینجاست. پس اگر قیمت اومد اینجا و این فیل شد و یه ایکول های درست کرد، اون وقت و تنها اون وقتی که من اون قسمت رو انتخاب میکنم. والا بذارید برگردیم عقب. میتونم از این پی آی استفاده کنم؟ بله میتونید، هیچ مشکلی نداره، اما من دارم جزئیات رو به شما نشون میدم. به میتیگیت شدن دقت کنید. ببینید این میتیگیت شده، این میتیگیت شده، این هم میتیگیت شده. خب پس اینجا هم ایکول های داریم. چرا ما این اوپن رو انتخاب نکردیم؟ به خاطر اینکه این توسط اون ویک میتیگیت شده. از وقتی که اوپنش میتیگیت شده از 50% شانس بیشتری داریم که ریاکشن بگیریم. همینطور که از لیکویدیتی هم معلومه نزدیکترین پی آی اینه، پس میگیریمش. اگر اعتماد ندارید اون وقت صبر کنید. اگر اینجا 1 دقیقه بود شما میتونستید اینجا شورت بگیرید، استاپتون هم اون بالا بود. تا الان با عقلتون جور در میاد؟ مسائل خیلی بیسیک هست، درسته؟ ببینید این ویک میتیگیت شده رفته بالا، اینجا هم ما میتیگیتید ویک داریم که دقیقا لیکویدیتی بالاشه. پس دقیقا بالاش میبینید که یه ایکول هایی هست که لیکویدیتیه. بعد یه موو به سمت بالا داریم که این موو یه قسمتی از استراکچر رو اینجا تو لور تایم فریم شکونده، به خاطر اینکه مارکت فرکتاله. اگه یادتون بشه برای اینکه قیمت یه های جدید درست کنه تو لور تایم فریم چی باید باشه؟ اینجا ریتریسمنتش بریشه و در نهایت استراکچر رو میشکونه قیمت یه جایی و بعد میره بالا. پس قیمت اومده پایین، این رو میتیگیت کرده، این لو هم گرفته و بعد قیمت رفته بالا اومده پایین، این رو گرفته، اومده چی رو میتیگیت کرده؟ 50%ش رو. چرا اوپنش رو میتیگیت نکرده؟ به خاطر اینکه از قبل میتیگیت شده بوده. اون بالا هم ایکول لوز وجود داره که من میبینمش. حالا شاید بپرسید چرا ما این ویک رو انتخاب نکردیم بجاش و چرا ما این رو انتخاب کردیم. خب اگر این نزدیکترین پی آی به لیکویدیتیه چرا ما این رو انتخاب نکردیم و این رو انتخاب کردیم؟ 50% این رو انتخاب کردیم. و توی این مثال شما نمیتونید ببینیدش. شما توی این تایم فریم به هیچ عنوان نمیتونید بفهمید چه اتفاقی توی این قسمت افتاده. واسه همینه که میگم چیزی که میبینید ترید کنید، نه چیزی که فکر میکنید. من اینجا نمیتونم ببینمش، اما میدونم بر اساس تجربات خودم این لو قراره گرفته بشه، به خاطر اینکه اگر این های باشه و این لو باشه خب و قیمت یه همچین کاری کرده باشه این ایندوسمنت خواهد بود.
به سمت بالا اومد اینجا. حالا بذارید یکم بریم عقب برای اونایی که ترسیدن و گیج شدن. همه اینجا به کل پیو آیه، همه این لیکویدیتی اینجاه، این هم پیو آیه بدون هیچ شکی. پس اگر روی 1 دقیقه بودید استاپ لاس این پایین بود و لانگ میگرفتید. شما این رو انتخاب نمی کردید به خاطر اینکه این قطعا گرفته شده بود. خب مثال بعد، خب اینجا ببینید چی داریم. اینجا ران آف لیکویدیتی داریم. چه کندلی لیکویدیتی رو گرفته؟ این کندل. چیکار کرده؟ قیمت به اینجا اومده. توجه کنید که لیکویدیتی هم فرکتاله. اگر با دقت نگاه کنید میبینید که لیکویدیتی زیرش هستیم بیک های یه دونه لیکویدیتیه، یه هایه. توجه کنید که هر ویک یه هایه. اگر این روی دیلی تایم فریم بود، این های این کندل های روز قبل بوده. شما باید همونطور که با هایر تایم فریم رفتار میکنید با لویر تایم فریم رفتار کنید. نمیتونید فرق بذارید بینشون. دیلی های خیلی مهمه. هر پیپ میلیون ها و میلیاردها دلار ارزش داره. خب نیومده به قیمت به اونجا، هیچ لیکویدیتی اینجا نیست. یه دونه لیکویدیتی اینجاست، یه دونه هم پی آی، پس همینی که انتخابش میکنید. اینجا رو نگاه کنید، اینجا لیکویدیتیه و این رو میتیگیت کرده، پس این هم پی آی. اینجا قیمت چیکار کرده؟ این کندل های رو گرفته و رفته به این آمتیگیتد ویک و این هم میتیگیت کرده. میبینید؟ شما تعجب کنید و بگید که برای مثال این از کجا اومد؟ من نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه من نمیتونم ببینمش رو این تایم فریم. خاطر همینه که ما از چندین تایم فریم استفاده میکنیم. ما دنبال یه پترن مخصوص هستیم، یک الگوی مخصوص هستیم که جلوتر توی دوره بهتون توضیح میدم. بریم سراغ مثال 10. توجه کردید به اوردر فلو چقدر این تکه؟ خب برای مثال این دقیقاً این بالانس هست. قیمت اومده این بالانس رو پر کرده، این بالانس فیل پرایس اکشن، لیکویدیتی اون وسط هست. من انتظار ندارم که از این ناحیه ریاکشن بگیرم، من میخوام از اینجا ریاکشن بگیرم به خاطر اینکه این نزدیکترینه به لیکویدیتی. ببینید قوانینمون رو نمیتونیم زیر پا بذاریم. اما آیا من میتونم از کل این استفاده کنم؟ بله، چرا که نه. این هنوزم همش رو پی آی. توجه کردید که این کندل هم دارید، این ریجکشن بلاک هم دارید، این هم کاملا ولیده و هنوز پی آی هیچ مشکلی نداره. متوجه منظورم میشید؟ ما باید منطق پشتش رو بفهمیم. اگر این 1 دقیقه بود اینجا لانگ بگیرید با استاپتون رو بذارید اون پایین. اگر سکند تایم فریم بود اینجا لانگ بگیرید استاپ اون پایین. سعی نکنید بیش از حد پیچیدش کنید برای خودتون. خیلی خوب، بذارید ادامه بدیم. مثلا 11 این ایمبالانس فیل پرایس اکشنه، این هم لیکویدیتی بالاش نزدیکترینه به لیکویدیتی اینه و این تمام چیزی بود که من روی این تایم فریم دیدم و قیمت رسیده بهش و پرواز کرده. میبینید؟ به همین راحتی. اینجا لیکویدیتی هست، نزدیکترین پی آی به این لیکویدیتی 50% این سایه است. همین. اینجا لیکویدیتی نزدیکترین پی آی بهش 50% این. اگر اشتباه نکنم فکر کنم به اوپنش تپ کرده، اما بله همون 50% این کندل لیکویدیتی اوردر فلو میتیگیت. توجه کردید که یک چیز پشت هم داره به وجود میاد. اما اگر این تایم فریم سکند بود استاپ لاستون باید 1 یا 2 پیپ میمود. همینجوری استک میکردید تا بالاخره به یک تارگت هایر تایم فریم برسید. خیلی خوب. همین بود. این تمام چیزایی بود که راجع به پی آی باید میدونستید. خیلی مطالب ساده بود.
شما قوانین رو میدونید و اینکه چه چیزایی رو باید بهش توجه کنید برای در نظر گرفتن یه POI. حالا به چارتاتون برید و سعی کنید اینا رو برای خودتون تست کنید. این نکته، از تمام تایم فریم ها استفاده کنید، یکی دوتا تایم فریم بیاید پایین و ببینید که چه خبره، برای اینکه بهتر اون POI رو شناسایی کنید، ببینید که POI قبلی رو میتیگیت کرده یا اینکه لیکویدیتی زیرش هست یا نه. زیاد پیچیدش نکنید. این بود تا الان، بریم سراغ بعدی. خدا نگهدار، خوب تمرین کنید.